سلام به همه دوستان. این قسمت میرسیم به یکی از آخرین ساختمان‌های داخل استریپ به اسم NCR Embassy یا مقر فرماندهی NCR در واقع استریپ. همونطور که گفتم استریپ داخل منطقه نیووگاس و نیووگاس داخل محدوده صحرای موهاوی یا سرزمین موهاوی هستش. بریم ببینیم که NCR در واقع چرا اونجا یک امبسی یا مقر فرماندهی داشته. خب اگه بخوایم یک پس زمینه یا بک‌گراند داشته باشیم اینجوریه که طبق مفاد پیمان نیووگاس تریتی که سال 2274 نوشته شد، جمهوری کالیفرنیای جدید در واقع اجازه پیدا کرد داخل استریپ سفارت بسازه. هدفش این بود که مسائل بین Free Economic Zone of NCR و نیووگاس رو در واقع که زیر نظر آقای هاوس اداره میشه رو حل و فصل بکنه. تا سال 2281 این سفارت 3 تا سفیر داشت. در واقع فیلیپ گرنجر، سوزانا ادیث و در سال 2281 سفیر فعلی اون دنیس کراکر هستن. چیدمان در واقع این امبسی یا مقر فرماندهی اینطوریه که این ساختمون در جنوبی ترین نقطه استریپ قرار داره، در شرق کارگاه میشل انجلوز ورکشاپ و پشت هتل اولترا لوکس یا همون منطقه ساختمون انجمن دستکش سفیدا. کمپ سفارت شامل 2 ساختمون اصلی خود سفارت یا همون امبسی و در واقع ساختمون دوم که ساختمون مقر پلیس نظامی NCR هستش، NCR Military Police HQ. در طول روز همون سفیری که بهش اشاره کردیم یعنی کراکر، امباسادور کراکر داخل دفترش پشت سالن اصلی سفارت پیدا میشه. همون شخصی که وقتی وارد اون اتاق میشید پشت میز نشسته و دفترش یکی از چند تا اتاق سمت چپ پذیرش هست. سمت چپ پذیرش هم چند تا اتاق تدارکات، اتاق خواب نظامی‌ها، سالن غذاخوری و دفتر کاپیتان و همون کاپیتان ماری پاپاس قرار داره. خب دوستان، اینم از بخش NCR که یکی از آخرین ساختمان‌هایی بود که ما تو این ویدیو بهش پرداختیم که توی استریپ قرار داره و امیدوارم که از این قسمت هم لذت برده باشید. همونطور که میدونید 17 دسامبر فصل دوم سریال فالات منتشر میشه و اگه شما هم از این قسمت خوشتون اومد میتونید اونو به اشتراک بذارید، لایک بکنید، کامنت بنویسید و به من کمک بکنید تا این ویدیو بیشتر دیده بشه و دوستاتون و خودتون لذت بیشتری از فصل دوم ببرید. و همونطور که گفتم و بهش اشاره کردم در قسمت‌های قبلی، فصل دوم سریال فالات در واقع 15 سال بعد از همه اون چیزی که ما اینجا درجهش صحبت میکنیم اتفاق میفته و بسیار خوش ساخت هست. به خاطر اینکه فصل اول رو میگم، به خاطر اینکه برای منی که طرفدار فالات هم و به همه چیز فالات آگاه هستم تقریبا، البته که 2 تا اشتباه منم داشتم. مثلا قبلا یه جایی یادم میاد گفتم که توی مثلا قسمت قبلی گفتم که فکر می‌کنم 2 تا قسمت قبلی گفتم که خب ما الان اینجا توی محدوده نیووگاس 122 تا والت داریم که اینو من اصلاح میکنم. قبلا هم گفتم چون توی کل جهان فالات 122 تا والت در حال حاضر داریم. اینکه اینا بعداً اضافه میشن یا نه بستگی به در واقع امتیازاتی داره که به تستا به نویسنده ها میده که اونا میتونن اجازه داشته باشن والت های بیشتری بسازن یا نه. ولی الان چیزی که ثبت شده و چیزی که ما میدونیم اینه که 122 تا والت بیشتر در کل جهان فالات وجود نداره. یعنی شامل فالات 1، فالات 2، فالات 3 و 4 و فالات 76 میشه که اینا همه در واقع از 122 تا والت هنوز پرده برداری نکردن و ما تعداد محدودی از والت ها رو و داستانشون رو میدونیم. البته داستان خیلیشون رو میدونیم ولی این هایی که در واقع توی بازی ها نشون داده شده خیلی زیاد نیستن. توی فالات 4 مخصوصا به خیلی از والت ها میرسیم و میتونیم داخلشون جستجو بکنیم. توی نیووگاس همینطور، توی فالات 3 هم همینطور و همین. امیدوارم که از این قسمت هم لذت برده باشید و مرسی از تماشای شما و وقتی که گذاشتید. تا قسمت بعد، خداحافظ.